محمود خوانیم، فلسفه ها را خوانیم، لکن ما هیچ صحیح مسلمان نشدیم. راه حل چی هست؟ من خیستم برشم گفتم امی دریای کابل شما دیدیم؟ از کجا سرچشمه میگیره؟ از پغمان. از پغمان والا در پغمان بری ات مزمیت که از پغمان چی کنی؟ یک گلاس آب بنوشی. کافر همو بری خوشش میه، یهود همو بری خوشش میه، نصرانی همو بری خوشش میه، مسلمان همو بری خوشش میه. هیچ کس ای آب رد نمیکنه. این آسه برکت کرد آمد طرف کابل. ما مردم کابل چی کردیم؟ تشنابای خودم دیگه چیز اعلا کردیم، گندنای مردار هم در بین ازی، پاکنده هزار هم در بین ازی داخل کردیم، آبای کثیف هم در داخل کردیم. آل برو در پیش پل خشتی یک گلاس آب از دریای کابل بود. دین اسلام عین گپ بود.